یه هدفون گیمینگ خوشگل با یه نورپردازی RGB باحال، اونیکوما مدل X25. این محصول به خاطر سیستم نورپردازی RGB که در بالای سر و کنار گوش‌ها داره میتونه خیلی نمای خوبی به استریم شما بده. اگر که میخواید از خودتون محتوا تهیه بکنید و جلوی دوربین باشین، خیلی میتونه ویدیوتون رو قشنگ‌تر بکنه. روی این هدفون چند تا گزینه قابل تنظیم و تغییر وجود داره که میشه به چند تاش اشاره کرد. یکی این که میتونید این نور RGB رو خاموش یا روشن بکنید، میتونید میکروفونتون رو میوت و آن میوت بکنید، یعنی قطع و وصل بشه صداتون، و میتونید به صورت مکانیکی و با چرخوندن این بخش صدای داخل گوش رو زیاد یا کم بکنید. راستی نوک میکروفون هم RGB داره و میکروفون قابلیت تنظیم شدن داره که خیلی راحت میتونید اون رو جلوی دهانتون تنظیم کنید و به بازی کردن با لذت بیشتری بپردازید. کابل این هدست 2 رشته است و یک USB برای رنگ RGB روی محصول و یک کابل هم برای میکروفون و هدفون. البته درون جعبه یک تبدیل برای این قسمت طراحی شده که شما میتونید با استفاده ازش در بخش میکروفون و هدفون رو به طور جداگانه استفاده بکنید و به این شکل در واقع به 2 بخش تقسیم میشه. یک سیم جمع کنه چسبی هم درون جعبه هست که میتونید باهاش سیم رو در واقع جمع بکنید و اگر میخواید که هدست رو حمل بکنید به سفر یا جای دیگه برید، میتونه این چسب بهتون کمک بکنه. برای خرید این محصول و محصولات مشابه به وبسایت فروشگاه مراجعه کنید.